فقط ایرونی اصیلت باشه. فقط ایرونی اصیلت باشه. فقط ایرونی اصیلت باشه. فقط ایرانی اصیلت. اصیل ایرانی اصیل. خوش آمدی. خوش آمدی. ما چای مال دیروزه. امید چای درست کنم مال امروز. صبح زوده دیگه، چیکار کنم؟ کار خب چه خبر از ایران؟ توپ تایم فشفشه. توپ تایم نفر بر هر سه تیکونه رهبر. توپ تایم نفر بر هر سه تیکونه رهبر. بنویسید شعار امروز. توپ تایم نفر بر هر سه تیکونه رهبر. توپ تایم فشفشه. همه تو دهن سپاهی کسکشه. توپ تایم فشفشه. هر سه تو کست ننه سپاهی کسکشه. فوش بدید به این کسکشا. ایران یا فوش بدید به این مادر جندا. فوش بدید. فوش بدید به این حروم دادای پفیوز. توپ تایم فشفشه. کیرم کس خوار مادر جمهوری اسلامی کسکشه. جمهوری اسلامی کسکشه. کسکش. توپ تایم فشفشه. آخون باید کشته شه. 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 توپ تایم فشفشه. آخوند ما کسکشه. توپ تایم فشفشه. آخوند ما کسکشه. توپ تایم فشفشه. توپ تایم فشفشه. آخوند ما کسکشه. 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 توپ تایم نفر بر هر سه تیکونه رهبر. توپ تایم نفر بر هر سه تیکونه رهبر. توپ تایم نفر بر هر سه تیکونه رهبر. توپ تایم نفر بر هر
سه تیکونه رهبر توپ تا نفر بر هر سه تیکونه رهبر توپ تا نفر بر هر سه تیکونه رهبر توپ تا نفر بر هر سه تیکونه رهبر. یکی نوشته تناس حیا کن ونکو برو رها کن. یکی نوشته تناس حیا کن ونکو برو رها کن. جمهوری اسلامی حیا کن ایران رو 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 رها کن. جمهوری اسلامی حیا کنه ایران رو رها کنه، ما هم ونکوور رو رها میکنیم. اونا ایران رو رها کنن، ما هم کانادا رو رها میکنیم، کاری نداره. جمهوری اسلامی ایران رو رها کنه، ما ایرانی هم کانادا و قاره اروپا و قاره آمریکا رو رها میکنیم، کاری نداره. جمهوری اسلامی حیا کن ایران رو رها کن. جمهوری اسلامی ایران رو رها کنه بره، ایرانی هم همه قاره رو رها میکنن برمیگردن کشورشون، مطمئن باشید. نه قاره آمریکا میمونن، نه قاره اروپا، نه قاره آفریقا، نه قاره اقیانوسه. سبزی پلو با ماهی، سبزی پلو با ماهی کس ننت سپایی. 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 سپایی سپایی کس ننت سپایی. سبزی پلو با ماهی کس ننت سپایی. سبزی پلو با ماهی کس ننت سپایی. سبزی پلو با ماهی کس ننت سپاهی. 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 تو تاین فشفشه آخون باید کشته شه. تو تاین فشفشه آخون باید کشته شه. بسیجی انخور آخرش همشو بخور. بسیجی انخور آخرش همشو بخور. بسیجی کسکش آخرش کس کشید. 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 حزب الله کونی آخرش کونی بودنت. حزب الله کونی. واسه این حزب اللهیان بسازید، واسه این حزب اللهیان شعار بساز آقا. برای حزب اللهیا چه شعاری بسازیم؟ بچه حزب الله کونی آخرش کونی بودنت. بچه حزب الله کونی آخرش کونی بودنت. آخرش کونی بودنت. واسه حزب اللهیا بسازید، واسه حزب اللهیا خارکسه. واسه حزب اللهیا کسکش.
واسه حزب اللهی کسکش یه چیزی بساز، یه چیز خوب. حزب اللهی کسکش یادتون نره داداش، واسه حزب اللهی کسکش. مادر حزب اللهی رو باید گایید. من از این کیکان میکنم چه پسکری برای من فرست. فقط این بوس برای ایرانی های اصیل و درجه یک، فقط ایرانی های اصیل درجه یک و وطن پرست. درود بر ایرانی، بنویس درود بر ایرانی های اصیل، بنویس درود بر ایرانی های اصیل، لعنت به جمهوری اسلامی. درود بر ایرانی اصیل، لعنت بر جمهوری اسلامی. درود بر ایرانی اصیل، لعنت بر جمهوری اسلامی. درود بر ایرانی اصیل، لعنت بر جمهوری اسلامی. بنویس 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 درود بر ایرانی اصیل، لعنت بر جمهوری اسلامی. درود بر ایرانی اصیل، لعنت بر جمهوری اسلامی. درود بر ایرانی اصیل، مرگ بر جمهوری اسلامی اشغالی. آشغال آشغال جمهوری اسلامی آشغال، آشغال آشغال جمهوری اسلامی آشغال، آشغال آشغال. دیک 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 دیک. خسخسم خرابه کی؟ خسخسم خرابه کی؟ نون مخورم، نون خوری، نون خورم. گسنمه خیلی گسنمه، نون بخورم. قربون شکل مای ایرانی های اصیل برم، فداشون بشم ایرانی های اصیل. درد و بلای تمام ایرانی های کره زمین بخور تو سر همه آخوندا و سپایا و حزب الله و بسیجی های کسکش خاکسته. درد و بلای تمام ایرانی ها بخور تو سر طرفدارای جمهوری اسلامی. درد و بلای تمام ایرانی های کره زمین بخور تو فرق وسط جمهوری اسلامی. اسلام و جمهوری بخوره زیر ما باشه، فدای سر ایران. جمهوری اسلامی فدای ایران بشه. تن از کمونیستا نهار چی دادن؟ اصلا من نرفتم تظاهرات کمونیستا، من اصلا نرفتم. نه تظاهرات کمونیستا میرم نه مجاهدین خلق، چون اینا خمینی رو آوردن و خامنه ای رو آوردن.
دقیقا درست میگی اینا. دقیقا درست میگی. این کمونیستا با خودشون یه چیزایی میارن. من واسه خوردم. ای وای وای. خب سبزی پلو با ماهی کس ننت سپاهی. سبزی پلو با ماهی کس ننت سپاهی. دیگه چی؟ در مورد حزب اللهی چی بسازیم؟ در مورد حزب اللهی یه قسمتی از غذای دیروزه دارم میل میکنم جاتون خالی. تنات بعد از انقلاب برو ایران، همونجا تخماتو بفهمید. صبونه ایرانی ها ایرانی های اصیل بفهمید. صبونه فقط ایرانی اصیل. فقط درود بر تو ایرانی عزیز. این چی میگه؟
بچه موی کوتاه هم به میاد نه؟ فقط ایرانی هستید. جمهوری اسلامی فدای ایران، جمهوری اسلامی فدای ما ایرانی ها. این همه آدم کشتن. راننده رو دیدی به خاطر بوق زدن کشتنش تو ایران؟ مادر تو سنندش فقط به خاطر بوق زدن کشتنش. سپاهی ها کشتن. سپاهی کس ننت سپاهی، کس ننت سپاهی، کس ننت سپاهی. سپاهی مادر جنده. کیر تو کس خار مادر سپاه مادر جنده. به زودی اون سپاه رو ما میگیریم. ما ایرانی ها سپاه رو میگیریم، بسیج رو میگیریم، حزب الله رو میگیریم، آخوندارم میگیریم. هر 4 تا گروهتون رو میگیریم. ببینید کی بهتون گفتم. طرف فقط به خاطر اینکه بوق زده، توی اسمش داریوش بوده، آقای داریوش. آقای داریوش توی سنندرش فقط با ماشینش بوق زده، سپاهی ها با تیر زدن کشتنش. بکن
داره. حالا یه دونه چای خوش رنگ میچسبه. بفرمایید چای بفرمایید. حتما تو چایام هل و دارچین میریزم. بچه ها، دوستان، عزیزان دلم، خیلی من دوستتون دارم به خدا. مخصوصا ایرانیایی که تو ایران رفتن تظاهرات جنگیدن با جمهوری اسلامی. عاشقشونم. یعنی من نوکر اونا. دمشون گرم. ای وای در شیش بود میشه. به قاشق عسل بزنیم چه مزه. این عسلی که برام آوردن ببینم خوبه. یه دوست خارجی دارم، دهاتیه، مال دهاته.
یه دوست پسر دهاتی دارم، دهاتیه، مال دهاتای کانادا، دهات روستاهات، ولی آدم خوبی هم. برای من یه شیشه عسل بود، گفت بخور 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 قویشی. جون جون کیرش هم بد نیست، خوبه، انقدر یه کوچیکه، اشکال نداره بکن. حتی مال من چون که روده است، کس که نداریم ما که. جمهوری اسلامی اسم ما رو، اون جمهوری اسلامی همه چیزش دروغه دیگه، تغییر جنسیتش دروغه، همه چیز جمهوری اسلامی 40 سال دروغ بوده. ما که کس نداریم. خب دیگه شناسنامه خالکسته جمهوری اسلامی که زده زن، به مردم عالم باید دروغ بگیم ما زنیم، با مردم دعوا کنیم بگیم زنیم. خب نمیدونن این کسکش حکومت جمهوری اسلامی با ما این کارو کرده، که ما که این کارو نکردیم که. و این کس تقلبی، این کس تقلبی که ما داریم، خب کیر بزرگ که توش نمیره، مال کیر خر و کیر اسب و کیر شتر و کیر سیاه‌پوستای خیلی بزرگه، دودول فقط میره توش، دودول، کیر که توش نمیره. تو فکر کردی این چیزی که ساختن تقلبیه، کس تقلبی مثل یک کس واقعی میمونه؟ جمهوری اسلامی همه چیزش تقلبیه، کسش تقلبیه، کیراش تقلبیه، خایاش، همه چیز طبیعی رو از مردم میگیره تقلبی بهشون میده. ما کسای تقلبی هستیم، کس تقلبی، مثل جمهوری اسلامی که تقلبیه، دینش تقلبیه، خودش تقلبیه، کس ما هم تقلبیه. میدونی این دهاتیه، این کاناداییه که دهاتیه، اون تو ترجمهش به من نوشت که من خودم میدونم شما کس تقلبی هستی. مردم از خنده وقتی که نوشته بود که من خودم میدونم شما کس تقلبی هستی، از خنده ترکیدم. خودم دمت گرم، چاکرتم که میدونی. گفت ما خودمون میدونیم شماها کسای تقلبی هستید که دولت ها اومدن شما رو آوردن که ما رو گول بزنید، ولی تو چون که خودت انسان خوبی هستی، قلب صافه، من باهات دوست شدم، به خاطر کس تقلبی باهات دوست نشدم. همین مرد خارجی که دهاتی بود گفت من به خاطر خودت باهات دوست شدم، به خاطر کس تقلبی باهات دوست نشدم. فهمیدی؟ گفت به خاطر کس تقلبی باهات دوست نشدم، به خاطر خودت باهات دوست شدم، چون خودت آدم پاک و سالم و ذات یه روی اصلا خیلی خوبی. خیلی تعریف کرد، گفت خیلی عالی. میگفت من حاضرم همین خارجی ها، دهاتی هاشون، اینا که باشون دوستم، شهرستانی هاشون، به ما میگن، به من میگفتم به خود ما حاضریم تو رئیس جمهورمون بشی جای جاستین ترودو. یعنی تو به جای جاستین ترودو بیای بشینی تو این کشور ریاست کنی برای ما، چون که تو ذات سالمی داری، ذات سالمه. همین خارجی دهاتی، همین خارجیه که همین خارجیه دوست پسرم که دهاتیه اینجوریه، من تو دهات زندگی میکنه، بابا گوسفند داره، مثل خودمون که دهاتی هستیم، اونا هم دهاتی هم دارن دیگه. نوشته تو باید رئیس تیمارستان بشی.
این رشت زندان. بچه میگن زندان رشت تظاهراته. زندان رشت زندان رشت تظاهرات بکشه. زندان رشت. والا اینجا که ما میبینیم تمام کشورها تیمارستان هنام رئیس جمهوراشونن. تیمارستان کانادا رئیس جمهورش جاستین ترودوه. تیمارستان ایران رئیس جمهورشون رئیسیه. حالا کیا مشکل روی روانی دارن؟ اونایی که زیر فرمان اینا گوش میکنن، اونا تیمارستانن. من تو چی میگم؟ این 2-3 روزم ویکنده. ببینم این دوست دهاتی کاناداییه. دوست کانادایی دارم دهاتیه، مال دهاته. ببینم زنگ میزنه، مسیجی چیزی میده. حالا شانس آوردم دودولش کوچیک، اگه بزرگ بود چه خاکی به سرم میزدم. نمیتونستم باش بخوابم. معمولا این کانادایی ها مثل لورا و کردا میمونن، کیرای گنده دورگه‌ای دارن. مثلا کانادایی ها نه درشتن، کیرای بزرگی دارن، ختنه نشده و بزرگ. ولی حالا شانس خوب من این کانادایی دودولش کوچیکه و خوبه، بد نیست، میشه تحمل کرد. مثلا درد نداره، خون ریزی نداره، رای بیمارستان نمیشی، رای دکتر نمیشی، بد نیست، خوبه. والا آدم خوبیه، خدا خیرش بده. بیشتر وقتا به من حال میده. چی بگم؟ این خارجیه که دهاتیه دقیقا مثل ایرانیه دهاتی خودمونن، با حالم، مهمان نوازن. تن خدایی بگو ککوله بور احمد. خب ککوله بور احمد استان بنگلادش. استان کجا بود؟ ککوله بور احمد استان کجا بود؟ بنگلادش. ککوله بور احمد استان بنگلادش. بنگلادش کجا بود بچه ها؟ که استانش ککوله بور احمده؟ ها؟ ککوله بور احمد استان بنگلادش. مگه ما بنگلادش داریم؟ بنگلادش چقدر اسمش آشناه. نمیدونم ککوله بور احمد فکر کنم استان بنگلادش باشه. بنگلادش. استان بنگلادش. وای ککوله بور احمد. خدایش این بنگلادش کجا، ککوله بور احمد کجا؟ ای خدا. بنگلادش چند ساعت فاصله داره با اهواز؟ بنگلادش بکنم جنوب ایرانه، درسته؟ چند ساعت فاصله داره با استان فترس قبرس؟ بچه ها بنگلادش که استان ککوله بور احمده، استان ککوله بور احمده. بنگلادش نه با فکر کنم بنگلادش استان ککوله بور احمده، یا ککوله بور احمد استان بنگلادشه، یا بنگلادش استانه. آی خدا مردم. وجدانن چه شهرهایی داریم، چه استانهایی داریم، خدا وکیلی. بنگلادش استان ککوله بور احمد.
بنگلادش یک کشور خنگه. اوه، بنگلادش کشور بود یا استانی از ایران بود؟ بنگلادش کشوره یا استانیه مال ایران مگه نبود؟ چقدر زود شد کشور بنگلادش؟ بنگلادش کی شد کشور؟ کشوری نبود واسه خودش. اینا چیز بود واسه خودشون کشور میشن، تجزیه میشن زرینا. دارم مسخره میکنم بابا، زر ندم بابا، دروغ میگن اینا، میگن کشور شده. کشور نیست بنگلادش، استان ککلوپور احمده بابا. کسکشا یه مش بسیجی تو لایون دارن زر میزنن، دروغ میگن بابا. بچه اینا زر میزنن، اینا همشون بسیجی هن یا منگولای سپاهی هن. بنگلادش استان ککلوپور احمده از من میگه کشور. کسافت بنگلادش نگاه اسم تخمیش بکن، مگه میشه یه کشور باشه بنگلادش؟ کش بنگلادش یه استان هم نمیشه، فکر نکنم بشه. در حد رئیسی سواد داری؟ بله دقیقا. معمولا ماهایی که 20 سوادیم، سواد هیچی نداریم، ما رو میکنن رئیس جمهور تو کشورهای مختلف. بنگلادش استان ککلوپور احمده. من گفتم دیگه، دقیقا درست گفتم. من خودم میدونم اینا، ولی میخوام ازش کشور درست کنن. این تجزیه طلبا، اینا این آخوندهای تجزیه طلب، سپاهی های تجزیه طلب، بسیجی های تجزیه طلب، حزب اللهی های تجزیه طلب میخوان از یه بنگلادش چرکوی گوزو واسه ما کشور درست کنن. اون بنگلادشی که شما فکر میکنید کشوره، واسه من یه دهات عزیز من، واسه من یک روستاست. شاید از نظر شما کشور باشه، ولی از نظر من یک روستاست. همین کانادا به این بزرگی از نظر من یه ده جدیده که داره ساخته میشه، یه دهستانه. آمریکا رو میشه گفت کشور، برای اینکه حالا یه کمی بهش میخوره کشور باشه. بستگی داره، باید برم تو مغزش ببینم چی دارن چی ندارن. بنگلادش از نظر بنده یک دهاته، یک روستاست، یک اشاعری که داره پیشرفت میکنه. شما خیلی براتون زوده که فکر کنید من در حد رئیس جمهورم. نه عزیز من، بنده با کلمات شما رو ضرب فنی میکنم خوشگلای من با کلماتم شما رو میزنم زمین. شما بسیجی ها و سپاهی ها و حزب اللهی ها و طرفدارای اسلام، بنده تپلتو میکنم. تن از قسمتی از هند دارن میدن دست. نه آقا، خودم میدونم بنگلادش، پاکستان، هند، کسکشا، اونا همه دهاته. بابا آرزو، تو چرا فکر کردی من نمیدونم بنگلادش کجاست؟ بابا آرزو، من دارم مسخره بازی در میرم. چقدر شما دیگه فکر کردی واقعا من بی سوادم؟ هنوز به مغز تفکر طناز بعد از 10 سال پی نبردید که من اینا رو اسکل میکنم؟ این جماعت بسیجی و سپاهی و حزب اللهی رو هنوز شما به مغز طناز پی نبردید که چقدر زرنگه؟ خیلی زوده براتون که منو بشناسید بابا. اگر اونجا کشوره و کشورهای دیگه کشورن، برای شما کشورن، برای من دهاتن. برای من دهاتن این کشورها، برای شما کشور هستن، برای دولت ها کشور هستن، چون که میخوام پول در بیارم. خیلی مونده که شماها منو بشناسید
من چه طرز تفکری دارم عزیز من. خیلی زوده براتون، خیلی. نوشته ای وطنا دیشب گفتی هک کردن توی کار خودشونه. آره عزیز من، جمهوری اسلامی خودش تلویزیون خودش هک میکنه، کسی نمیتونه هک کنه عزیز من. اینا دارن شما رو اسکل میکنن. به من که نگید، من خودم یه آدمیم که تمامی حکومت ها، سیاستمدارا، رژیم ها، سازمان ها، گروه ها رو درس میدم. خیلی براشون زوده بخوان مغز منو شناسایی کنن. حتی این گوشی اپل هم نمیتونه مغز منو بخونه. حتی دستگاه های پیشرفته این کره زمینم نمیتونن مغز منو بخونن. من انقدر زرنگم. من مور از مو میکشم بیرون. همیشه اینو بدونید، آدمای باهوش و زرنگ بیشتر صدمه میخورن. ولی من از اون آدمای باهوش و زرنگی هستم که به خودم صدمه نمیذارم بزنم. به خودم صدمه نمیزنم و نمیذارم بزنم. اینجوری باید زندگی کنیم عزیز من. باید انقدر باهوش و زرنگ باشی که کشورهایی که ادعای کشوری دارن، قاره‌هایی که ادعای قاره‌ای دارن و سازمان‌ها و گروه‌ها که ادعای سازمانی و گروهی دارن و شبکه‌هایی که ادعای شبکه‌ای دارن و اینا رو چیکار کنیم؟ درس بدیم. اینا همه خیلی زوده بخوام به اون چیزی که من تو این مغزمه برسم. 50 سال دیگه این تلویزیون‌ها و شبکه‌ها و قاره‌ها و کشورها به مغز من میرسن. تازه این قاره آمریکا هم از من عقب‌تره، از افکار فکری من عقب‌تره. این قاره آمریکا هم حتی ای خیلی براتون زوده طناز رو بشناسید. براتون خیلی سخته، فشار میاد. تفکر منو نمیتونین داشته باشید. خیلی مگه نوه نتیجهاتون تازه به دنیا بیان به مغز من برسن. عزیز من موهامو الکی سفید نکردم و الکی هم نیومدم بشینم برای شماها صحبت کنم. قصه که تعریف نمی کنم، داستان که تعریف نمی کنم. شاید خیلی حرفا رو نزنم که سوء استفاده نکنن این سازمان ها و گروه ها و شبکه ها و کشورها و قاره ها. خیلی چیزا رو نمیتونم بگم چون که یهو آپدیت میشن، اینا سوء استفاده میکنن، به نام خودشون میکنن. برای همین بنده سعی میکنم تا همین اندازه استاپ کنم. خیلی چیزا رو نباید بگم و نمیگم چون که اینا به نام خودشون میکنن. همین گوشی که من دستم گرفتم 10-12 سال پیش به نام کی شد؟ به اسم کی ثبت شد؟ به اسم من ثبت نشد، به اسم کسای دیگه ثبت شد. همین داد زدنهای من، فحاشی من به جمهوری اسلامی رو که معروفش کردم تو این قاره های مختلف که خودشون هم آوردنشون ولی به مردم معرفیشون کردیم اسماشونو. خامنه ای رو کی معروف کرد؟ من معرفی کردم، من معروفش کردم. طناز مهربان 12 سال 15 سال به خامنه ای فحش دادم تو خارج از کشور، اسمشو آوردم، معروف شد.
حسن روحانی رو کی معروف کرد؟ طناز مهربان. جنتی رو کی معروف کرد؟ طناز مهربان. تمام این آخوندهایی که شما میبینید من معروفشون کردم. این حکومت ها رو من معروف کردم، سازمان ها رو من معروف کردم، شبکه ها رو من معروف کردم. اینا همه رو من معروف کردم. چرا نمیخواید ببینید؟ چرا نمیخواید ببینید؟ ای خدا، شما فکر کن من خامنه ای رو معروف کرده باشم اون وقت کسی من نشناخته باشه. خب من اونو معروف کردم، تو بعد با اسپانیش کی بهش فوش میداده؟ طناز مهربان. پس من معروفتر از خامنه ای ام عزیز من. خامنه ای خیلی زوده براش که بخواد. الان دیگه خامنه ای رو یه عده اومدن دیگه، رسانه ها و اینا هم دیگه. یه زمان نمیشناختن علی خامنه ای رو، خمینی رو، هر کسی. افشونم تو معروف کردی. من همه رو معروف کردم عزیزم، همه هم میدونم. ولی چقدر خوب بود این مردم عامی رو که معروف بکنه آدم، پشت ملت ایران رو میگرفتن. کاشکی درو نبودن، دو پرده‌ای نبودن، دو قطبی نبودن، فقط ایرانی اصیل میبودن. ای کاش. همین بنگلادشی که من مسخرش میکردم، همین بنگلادشی که من اسکلش میکردم، همین بنگلادشی که بهش میگن کشور، که من با کهکلو بور عمر یکیش کردم، ببین اون به کجا رسید، ما ایرانی ها به کجا رسید. فقط میخوام اینو بدونید. همون جمهوری اسلامی هم پدر ما رو در آورد، ولی از اینکه ایرانی ها از اینکه ایرانی های اصیل روشن فکرن و باهوشن و ضرب فنی میکنن اسلام و جمهوری اسلامی رو، آخوند و سپاه و بسیج و حزب‌اللهی رو، شکی درش نیست. شکی در هیچ مغز ایرانی نیست که مخالف اسلام و عقاید اسلامی و تمامیت جمهوری اسلامی هستش. شکی درش نیست. چون که چرا؟ چون که تمام ایرانی های اصیل نخبه هستن. تمام ایرانی های اصیل لیدر هستن، رهبرن. ما هممون همین 500 نفر لیدرن، همین 500 نفر نخبه‌ن، همین 500 همه، اصلا 1000 نفر، 10,000 نفر، 100,000 نفر تو لایو ایرانی اصیل نخبه است. ولی کسانی که میگن ایرانی نیستن، طرفدار جمهوری اسلامی، اونا اسکلن، اسکلای جامعه ما هستن. بله، اسکلای جامعه ما هستن. لایوم داره تموم میشه، دوباره لایو میذارم دوباره. ای وای ای وای. خب دستتون درد نکنه، مرسی بچه. یه لینکی گذاشتم بیوی پیجم، یه لینک آبیه تو بیوی پیجمه، حتما انگشتتون رو بزنید روش، برید توش عضو بشید. بیوی پیجم یه لینک آبی هست زیر اسم طناز، یه لینک آبی هست، حتما انگشتتون رو بزنید روش، با فیلتر شکم برید توش، حتما عضوش بشید. باشه قربون شکل ماهتون برم. من طناز، من عاشق لایو گذاشتن